اوزان اومدم یه چیزی بهت بگم، خیلی نگرانم. چی شده؟ این کمال اوکیا رسما اومده ما رو از هم بپاشونه. تا وقتی تو نزدیک این آدمی هممونو تو خطر میندازی. ببین کی داره این حرفو میزنه. اونی که گیر داده به خواهر کمال و ول کنم نیست، تویی برادر من. تو بودی که کشتی نامزد دختره و نزدیکترین دوست کمال و آتیش زدی، اونم با همدستی عامر. اون فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ بگو دیگه. وقتی این کارو کردی یه ذره هم عذاب وجدان نگرفتی؟ انتظار داشتی چیکار کنم؟ برم معذرت خواهی کنم؟ آره دقیقاً باید همین کارو میکردی. میرفتی عذرخواهی میکردی و تمام خسارت اون کشتی رو میدادی. حتما باید این کارو بکنی اوزان. باید بری کاراتو تلافی کنی. نمیدونم چه جوری، ولی اگه نکنی. اگه نکنم چی میشه؟ لابد میری لوم میدی. منم دقیقاً همینو میگم. تو به خاطر کمال و هر چی که به اون مربوط باشه حاضری حتی برادرت هم قربانی کنی. اوزان تو چی داری میگی؟ چی میگی؟ من چیزی نمیگم، تو میگی. کمال کمال کمال. هر چی به اون نزدیکتر میشی ما رو بیشتر فراموش میکنی. از من میخوای از زینب فاصله بگیرم. این کارو نمیکنم. همونطور که تو خطر میکنی منم اولین بار تو زندگی میخوام به خاطر یه نفر دنیا رو به آتیش بکشم. همین. مگه خودت همین کارو نمیکنی ها؟ خب نه نمیتونم وارد سیستم بشم. یعنی چی نمیتونی وارد چی؟ پسر چرا؟ تو میتونی. یالا یکم دیگه سعی کن، حتما میتونی. انگار پایگاه داده به روزرسانی شده. نمیدونم. پس باید از روش قدیمی استفاده کنیم. چی میگین روش قدیمی مدیمی؟ من که نمیفهمم. باید بریم سند رو از نزدیک ببینیم. چطوری؟ نمیدونم، یه کاریش میکنیم. کار دیگه ای داری داداش کمال؟ دست درد نکنه اید، یه راه تازه برامون باز کردی. این چه حرفیه؟ کافیه فقط زنگ بزنی، میدونی که در خدمتتم. ممنون، دست درد نکنه. الو بفرمایین. الان میام. چی شد؟ داداش از کلانتری زنگ زدن، راجع به آتش سوزی یه سری فیلم پیدا کردن، مظنونین و این چیزا. چشمت روشن. داداش من فوری برم پرواز کنم. ای خدا، تو هم به کارت برس، فکرتو مشغول نکن. خب صبر کن با هم میریم، تنهات نمیذارم. ایت هم میرسونیم، تو ماشینم یکم گپ میزنیم. داداش فکرشو بکن، معلوم شه کار کیه. ای چه روز خوبیه. بجنبین. فیلم‌های پیدا کردیم که ممکنه تصویر مظنونین رو ضبط کرده باشه. تحقیقاتمون هنوز ادامه داره. اینجا 2 دقیقه با بندر فاصله داره. روبروش هم یه نگهبانی هست. دوربینای اونجا ضبط کردن. مظنونای اصلیمون اینا هستن. میشناسیشون؟ نگه دار، یه لحظه نگه دار. داداش این میشناسین؟ نه نمیشناسیم. سلام آقا تانر. داداش خوش اومدی. ممنون. صاحب ملک تو راهه؟ آقا تانر متاسفانه صاحب ملک نظرش عوض شده. یعنی چی؟ شوخی میکنین آره؟ عامر کوزجوغلو دنبال این مغازه است. چطور ممکنه؟ نمیشه. متاسفم، ببخشید.
چند دقیقه پیش خیلی راحت بودی. وقتی داشتی میخوندی همه چی رو فراموش کرده بودی، ولی میبینم الان باز استرس گرفتی. ببخشید منو کجا میبری؟ فکر نکن متوجه نشدم همه ترانه هاشو حفظی. یعنی رسما طرفدارشی. حالا که انقدر دوستش داری دلم نمیاد بدون اینکه باش آشنا بشی بری. یعنی چی؟ میخوای منو با مراد بوز آشنا کنی؟ خیلی هم تعجب آور نیست. ببخشید هیجان زده که میشی دستات یخ میکنه. عامر خان بفرمایید. مهمونتون من نیستم، زینب خانومه. بیا دختر خوششانس. من 1-2 تا تماس کاری دارم، تو خوش باش. باشه. الو عامر خان. ببخشید مزاحم شدم. من به آقا طوفان زنگ زدم جواب نداد. مجبور شدم به شما زنگ بزنم. قرار بود امروز قراردادو ببندیم. خب بونگایی میگه صاحب ملک پشیمون شده. یعنی چی؟ منم همینو گفتم عامر کوزجوغلو این مغازه رو میخواد ولی گوش نکرد و رفت. خودم درستش میکنم، تو منتظر خبر من باش. اون قرارداد فردا امضا میشه. هیچ کس نمیتونه با آدم عامر همچین کاری بکنه. باشه ممنون عامر خان. نمیتونم کارتون رو جبران کنم. ممنون. مرحله بعد. چشم. آخه چرا داداش چرا؟ ساله به خاطر اوکیا دیگه. به خاطر اوکیا. بذار ببینم قضیه چیه. ممکنه عامر تو این کار دست داشته باشه. داره میگم داره دیگه. ساله منظورم اون نیست. منظورم فیلم‌ها و مدارکه. فکر میکنی الان پیدا کردم؟ ممکنه بخواد اوکیا و مجازات کنه. باید باش حرف بزنم. ساله اگه اجازه میدی باش حرف بزنم. اگه به خاطر تو نبود الان رو سرش خراب شده بودم، ولی واسم عزیزی. الو کمال. اوکیا میتونی صحبت کنی؟ تو آتلیه. میتونم ببینمت؟ کمال این اصلا فکر خوبی نیست. خیلی مهمه. کجا؟ رو تپه بادبادک. باشه الان میام. باشه. قادر ببین دوباره روند رو بازنگری کنیم. برای همینم یه برنامه آماده کردم. قادر خواهش میکنم اجازه بده اینو بگم. تو کار خیلی خوبی کرده. عامر رو فرستادی رفت. عامر ببین هیدر، بچه‌های تا هم اشتباهی بزرگی کردن، اونا رو هم دیدیم. بنابراین لازم نیست روند رو بازنگری کنیم. عامر وقتی فکرشو جمع جور کرد برمیگردیم. یه مرخصی کوتاه، هیچ کس بی خودی خوشحال نشه. هیچی عوض نشده. ببینم. خاطره امروز رو به من هدیه داد. هنوز میترسی؟ این کارو نکن. وقت برگشتن به خونه است.
واقعا همینطوره. اگه یه بار بادو لمس کنی دیگه نه اون تو رو فراموش میکنه نه تو اونو. مهم اینه که چطوری یادش بمونه. کمال، نباید این کارو کنیم. چه کاری؟ اینجوری همش با هم در ارتباطیم. هر روز فکر میکنم تمام بار دنیا رو شونه هامه. خسته شدم. اوکیا، باید باهات حرف میزدم. اینجوری نباید ادامه پیدا کنه. میدونستی برادرت کشتی صالح و آتیش زده؟ میدونستی؟ هیچ وقت به خاطر هیچ کس با خجالت چشماتو ازم ندوست. کمال، من پلیس از دوربینای امنیتی فیلماشون رو پیدا کرده. به من و صالح نشون دادن. کمال، خواهش میکنم ازش شکایت نکنی. اوزان اعصابش ضعیفه. واقعا نمیتونه این رو تحمل کنه. نکردیم. شکایت نکردیم. صالح لطف کرد. خاطرت واسش عزیزه. خیلی ممنون. اوکیا، اون کاری که گفتی به خاطر برادرت انجام دادی؟ کمال، خواهش میکنم. یه علامت سوال دادی دستم و رفتی. من هر روز به اینا فکر میکنم. چی شد کمال لطفاً ازت خواهش کردم. تو ترن یه چیزی بهت گفتم که نباید میگفتم. این چیزیه که ممکنه تو رو به جاهای اشتباه بکشونه. معذرت میخوام. بعضی وقتا دیگه حساب کارا از دستم در میره. واقعا معذرت میخوام. شایدم خیلی وقت پیش باید بهم میگفتی. اونجا جایی نیستش که روزنه یا امیدی برای تو باشه. یعنی چی؟ یعنی آره، به خاطر برادرم و خانوادم باید یه تصمیمی میگرفتم. منم اون تصمیمو گرفتم و با عامر ازدواج کردم. به خاطر آینده هممون بود. شرکت دچار یه بحران مالی بزرگ شده بود و فقط هم عامر میتونست ما رو از این بحران نجات بده. اوکیا، گفتی به خاطر برادر. آره، هم به خاطر آینده اوزان هم به خاطر آینده خودم. کاری که مجبور بودم انجام بدم این بود. لطفاً دیگه بیخیال شو. کمال، واقعاً اذیت میشم. جدی میگم. راستی هر چقدر از تو و صالح تشکر کنم بازم کمه. اگه حرفتو باور نکنم چی؟ نکن. خوش گذشت؟ اگه پاسپورتت پیشت بود میتونستیم جاهای دیگه ای هم بریم. آقا عامر، اینجوری نمیشه. یعنی شدنی نیست. مگه ما چی کار کردیم؟ چه کار غیر ممکنی کردیم؟ هیچی. خب منم همینو میگم.
هیچی. من همینجا پیاده میشم. خیلی ممنون. این خط زندگی، مسیر زندگی تو رو به بالاترین نقاط میرسونه، البته به شرطی که انقدر نترسی. دختر خوشگل. پسرم یه بار دیگه به زینب زنگ بزن ببین هنوز تلفنش خاموشه. ای خدا. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. امروز واسه موقعیتم نفرستاده. ایشالا که شارژش تموم شده. ایشالا. داداش کمالش گفت من میبرمش برد. منم امروز سرم شلوغ بود گوشیمو نگاه نکردم. اگه هی وسط حرفات اینو نگی نمیشه نه؟ بابا نمیشه کم چیزیه. امروز فردا این کار تمام میشه. به سلامتی پسرم. جالبه امروز هیچ چیزی نمیتونه اعصابمو خورد کنه. پسرم برای چی باید اعصابت خورد بشه آخه؟ برای خواهرم داره خواستگار میاد، من آخر از همه میفهمم. ها؟ آره خب رفیق کماله. نکنه کار کمال باشه. ها؟ زینب خبر داره؟ پسرم تو رو خدا مسخره بازی در نیار. بذار امشب به خوبی و خوشی بگذره. بابا شوخی کردم. خیلی خوب. ای خدا. خیلی خوب پسر آروم باش. خاله فهیمه و عمو حسین داداش تانر تو سالهاست میشناسی. زینب چی؟ آره زینب یکم خجالت میکشه ولی به هر حال دختر جوونه، طبیعیه. چشمش ترسید. چشمش. دختر تحت فشار قرار نده. این کار راحتی نیست که. تو منو نمیشناسی؟ کمال چی کار میتونم بکنم که زینبو اذیت کنه و دلشو بشکونه ها؟ ببین باز اونجوری شدی. چی شد؟ این روزا همش حواست یه جای دیگه است. اوکیا؟ تعریف نکردی. قضیه تپه رو میگم تعریف نکردی. خیلی ازت تشکر کرد. خیلی احساساتی شد. صبر کن ببینم. اون لطفو فقط در حق تو کردم. وگرنه واسه مهم نیست برادر اوکیا باشی یا کی دیگه. خیلی عذاب کشیدم. دلم هنوز داره میسوزه. خیلی خوب یه کارش میکنیم. من به تو اعتماد دارم. فقط به عدالت تو اعتماد دارم. برو تو. به خدا دست و پام یخ کرده. حالا روزمو ببین. پسر چقدر بزرگش میکنی. بیا اینجا. محکم باش. همینه. خوش اومدی. ممنون عمو حسین. عمو حسین حالت چطوره؟ خدا رو شکر. بیا. پسرم خوش اومدی. ممنون مامان. کفشتو در بیار. در بیار. راحت باش. خوش اومدی. یادش حالت چطوره؟ شوخی کردم. بیا پسر. خوبم بیا تو. برو تو.
اول شما. برو بشین. دختر خال و دیوونمون کجاست؟ هنوز نیومده، الان میاد. تو راهه برو تو. ساله پسر واسمون چی آوردی؟ از عمو منیر باقلوا خریدم. گفتم دهنمون شیرین کنیم. چیز زیاد قابل دری نیست. ساله این چه حرفیه؟ زحمت کشیدی آوردی. اومدی؟ اومدم. برو. مامانت اینا هم رفتم بالا. شرلوک هولمز من. مشکلی که با عامر پیش نیامد نه؟ نه فقط امروز قادر اصلا حوصله نداشت. با ایمام و اشاره بهم فهموند که عامر یه مدت دیگه برمیگرده. بابا مگه خودمون اینو قبلا نمیدونستی؟ میدونستم، ولی نمیدونستم وقتی برگرده چه بلایی سر کمال میاد. تا جایی که من میدونم قرار بود کمال دیگه تو کار با عامر شرکت نکنه. یعنی فکر میکردم اینجوری تصمیم گرفتن. همیشه یه بهانه‌ای پیدا میشه. دنیای تجارت قدرتی ماورای کمال داره. اصلا معلوم نیست کی مسیر باد عوض میشه. اینو باید کمال یه جوری بفهمه. آکیا خواهش میکنم پشیمونم نکن که این حرفو بهت گفتم. این چیزی نیست که کمال ندونه. اگه ندونه چی؟ اگه آماده نباشه چی؟ آکیا ببینم مگه قرار نبود تو راجع به این دختر تحقیق کنی؟ تحقیق کردم. تمام روز تو اینترنت داشتم راجبش تحقیق میکردم ولی هیچی پیدا نکردم. باید از یه طریق دیگه پیداش کنیم. آروم باش، پیداش میکنیم. اول من میخوام دوباره برم به اون ویلا. از اون شب به بعد اصلا نرفتیم اونجا. اولین باره که میریم. من میرم تو میمونی. بابا همچین چیزی امکان نداره. منم میام. بابا جون بحث آینده‌مونه. فقط آینده اوضاع نیست، آینده منم هست. شایدم باید میگفتم گذشتم. اوکی. قربان برای فردا؟ آره یه مهمون خیلی ویژه دارم. اتاقو برای دوتامون رزرو کنیم. چشم آمر خان. سویت معسلمون. یکم اینجا رو تزیین کنیم. برگای گل، حوله‌های پرقو و از این چیزا. ظاهرا مهمونم از این چیزا خوشش میاد. میتونی بری. چشم. فردا شب میبرم جایی که مثل شاهزاده ازت پذیرایی بشه. آماده شو. یادت ساله من اونجا از دست پسره عصبانی شدم، دارم بهش حمله میکنم، اومده میگه کمال وایسا. من دارم حمله میکنم بهش، میگم ولم کن، ول نمیکنه که. بعد یه قدرتی بهش دست داد، کمرمو گرفت. یادته دوتایی با هم افتادیم. آره دوتایی افتادیم. من داشتم باهاشون دعوا میکردم، تو اومدی میگه آروم باش. افتادیم. یارو اومد.
دختره بی دست و پا. ناسلامتی قراره بزرگ شه و خونه خودش رو اداره کنه. من الان میام. اینجا هیچی نیست. بیا با هم به این هیچی نگاه کنیم. میبینم که هی مینویسی و پاک میکنی. با خودت میگی کجا ببرمش که احساساتی تر بشه؟ پس احساساتی شدی. اگه سورپرایز فردا رو ببینی تو ابرا سیر میکنی. زینب زود باش دخترم، آدم انقدر تو دستشویی نمیمونه که زشته. یالا بیا بیرون. خیلی خوب مامان. اوف، داد نزن بیا بیرون. ای خدا. راضی کردن من به این راحتی ها نیست. راضی شدی خبر نداری. تو اینجا چی کار میکنی؟ زنگ زدم جواب ندادی. امروز میگفتی نباید ادامه بدیم. جواب تلفنمو ندادی، چی کار کنم؟ همش همون بهونه. بهانه نیست. اوکیا من کاملا جدیم. میدونی هر دفعه چی میشه؟ میدونم. نمیدونی اوکیا. نمیدونی. میای یه چیزی میگی و میری، ولی همش من تنها میمونم. بعد میگم کافیه کمال. باز میای یه کاری
زندگی ما به هم میریزی. من کاری نمی کنم که آرامشمون به هم بریزه. چرا میکنی؟ آرامش من و تو به هم میریزی. آرامش منم به هم میخوره. میشه یه چیزی تنت کنی؟ چرا اومدی؟ عامر میخواد پروژه رو ادامه بده. امروز بابام گفت. من فکر میکردم برای همیشه تموم شده. من میدونستم اون برمیگرده. اصلا تعجب نکردم. ولی دوباره با من قرارداد بستن به این راحتی ها نیست. کیه؟ آخرین باری که اینجوری در زدن عامر بود. چیکار کنی؟ من کاری نمی کنم. ولی تو قبل از اینکه با خیال راحت بیای اینجا باید بیشتر فکر کنی. الان چیکار کنی؟ کیه؟ منم. برو تو اتاق. زیپتو ببند. ببند زیپتو. تو برو تو. برو تو میگم. مهمونه سرزده داری؟ بی خبر اومدم ولی اگه خونه نبودی برمیگشتم دیگه. چی کار کنم؟ نه بابا این چه حرفیه؟ خوشحال شدم. خونت خیلی قشنگه، مبارکت باشه. ولی یه بارم باید تو روز روشن اینجا رو ببینم. حیاتت خیلی قشنگه. خب نمیخوای خونت رو نشونم بدی؟ میگفتی اگه دعوتم هم بکنی نمیام. چی شد؟ کمال از دست تو. من نمیخوام بینمون قهر و کدورت باشه. من میام سمتت اما ببین تو باز چی میگی. نه بابا عصبانی نشو. هر وقت بخوای میتونی بیای. چایی هست. یعنی چایی دم کردم. میخوری؟ نه ولی از اون شراب میخورم. خونه نوتو جشن بگیریم. باشه. خیلی خوب. وای عزیزم. اسم این چی بود؟ کوپوک. کوپوک. من میتونم برم دستشویی؟ آره اینجاست. حوله تو کمد سمت چپه. ممنون. 30 ثانیه وقت داری از اینجا بری بیرون. دلم نمیخواد حتی 10 ثانیه اینجا بمونم. بذار من باز کنم. نوش جونتون.
هنوز شرابو باز نکردی؟ نه هنوز. الان باز میکنم. الو یاسمین، ما تاریخ پایان پروژه مسئولیت اجتماعی رو مشخص کردیم. نه، مگه قرار نبود قرارداد عوض بشه؟ تو اون مورد مشکل نیست، کارای روتینه دیگه. عزیزم نمیدونم نظرت چیه به آسو خانم زنگ بزنیم و بشینیم یه چای یا قهوه بخوریم و صحبت کنیم؟ انگار این موقع شب زده به سرت. آسو خونه یه کماله یاسمین. آها، تو سعی میکنی از اونجا درش بیاری. آره دقیقاً، مغزتو به کار بنداز. تو حالت خوب نیست. زنگ میزنی یا نه؟ اوکیا زنگ زدن کاری نداره، ولی دختر اگه امروز از اونجا در بیاریم فردا میره، فردا درش بیاریم پس فردا میره، این که تمامی نداره. اوکیا به خودت بیا عزیزم، تو 5 سال پیش تصمیمتو گرفتی. همونطور که تو تصمیم گرفتی ازدواج کنی، خب معلومه یکم وارد زندگی اون میشه. درس مردی که به دوست دختر 5 سال پیشش وفادار بمونه رو باید تو بهش دنبالش بگردی، ولی به نظر من اونجام نمیتونی پیدا کنی. تو یه لیوانم نتونستی تموم کنی، میخوای منو مست کنی. خب تو هم نخور. با هم یه بازی بکنی. چه بازی؟ هر کی بگه از چیه طرفش خوشش میاد. باشه پس من شروع کنم. من قدرت متقاعد کردن تو دوست دارم. بدون اینکه دستور بدی با زبون خوش میتونی آدمو به هر کاری که میخوای وادار کنی. میدونی تو اصلا تو باغ نیستی. قبلا کسی اینو بهت نگفته که تو باغ نیستی. خب الان قیافه من چی میگه؟ چایی؟ چایی؟ اینجا یه قهوه خونه هستم. میدونی تو اصلا تو باغ نیستی. آره گفتن. تو بازیو کاملا اشتباه متوجه شدی. بذار من بهت بگم. من لباتو دوست دارم. آسو تو خیلی مست کردی. حالت خوب نیست. بهتر شب و اینجا بمونی. بیا بخوابونمت. بیا بیا. آروم 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 آروم. صبر کن صبر کن. بشین اینجا. بشین بشین.
بله. عامر نیست؟ گفته تو اتاقش کار میکنه. با نگهبانی که به اون ویلا رسیدگی میکنه حرف زدم. بعضی وقتا میره در و پنجره رو کنترل میکنه. گفت 5 ساله هیچ رفت و آمدی نیست. امروز هم میره اونجا؟ چون اگه ما رو ببینه سریع به عامر خبر میده. نه نمیاد. ظهر اون طرفا یه کار مهمی دارم. اگه میخوای بیام دنبالت با هم بریم. نه بابا جون، وقتمون رو تلف نکنیم. همونجا همدیگر رو میبینیم. عزیزم آمادگی داری بعد سالها دوباره بری اونجا؟ من برای نجات هممون حاضرم هر کاری بکنم. عزیزم معذرت میخوام که تو رو مجبور به همچین زندگی کردم. خودتو مقصر ندون. عامر برای اینکه صاحب من بشه دنبال یه فرصتی میگشت که به دست آورد. یعنی هممون قربانی عامریم. الان هر چند کوچیک ولی یه روزنه امید داریم. عزیزم من همیشه پیشتم. اینو هیچ وقت فراموش نکن. پدر و دختر اینقدر همدیگه رو دوست نداشته باشین حسودین میشه. ناسلامتی یه نفر اینجا تازه با باباش قهر کرده. یکم حساسیت نشون بدین. حق با توه. سر صبحونه میبینمت. کی میخوای بری؟ دارم میرم. آسو بله. زود حاضر شو، باید بریم، دیرمون میشه. من حاضرم. یکی 2 لقمه بخور. زحمت کشیدی ولی نمیتونم بخورم، دلم درد میکنه. بخوری خوب میشه. دیشب خیلی چرت و پرت گفتم. یادم نمیاد چجوری خوابم برد. ببخشید بهت زحمت دادم. مهم نیست. نوش جونت. ممنون. شاهین اسم آقایی که قرار بود بهم کمک کنه بود؟ آره؟ ممنون، واقعا این لطف تو فراموش نمی کنم. متشکرم. ممنون. با امید دیدار.
آقا حیدر، فقط قهوه میخورم. آقا حیدر، این مال شماست؟ خدمتکارا فکر کردن مال من، گذاشتن تو کشو. آره، منو فکر میکردم گمش کردم. پس خوب شد متوجه شدم. آره. ای در فرمان قطرش رو امضا کرد. دست به کار شو. چشم قربان. سلام. صبح بخیر پسرم. همه چی همون جوری باشه که گفتم، ردی نمونه. نگران نباشین قربان. راننده آماده است. کارشون رو انجام میدن و فرار میکنن. اینجوری تانر شریک جرم میشه. با اینطوری تانر هم تو دستمونه. خوبه؟ پسرم پنیر خریدی؟ خریده. بده به من. میخوای یه تخم مرغ برات بپزم؟ ها؟ فرقی نمیکنه. پسرم چیزی شده به خاطر مغازه است؟ نه. بله. البته باشه، من اون ساعت جلوی مغازه منتظرتونم. باشه، میبینمتون. چی شده؟ با صاحب مغازه قرار داریم، اونو خبر دادم. آخه خدا رو شکر. پسرم خدا هرچی میخوای بهت بده. ساله، دیروز زینب یکم نگران بود. با هم دعوا کردین؟ نه داداش، چه دعوایی؟ ولی به نظر منم رفتارش عجیب بود. فکرم مونده پیشش. ببین داداش، تو دوست صمیمی منی. زینبم پاره تنمه. من خوب میشناسمش. معلومه یه ساله‌ای تو ذهنش هست. منظور چیه داداش؟ راستش منظورم اینه که بشین باهاش حرف بزن. حرف میزنم، ولی راجب چی؟ همه چی. آینده‌تون، تصمیماتون. شایدم ترسیده. یکم آرومش میکنی. تند رفتم، خنگم دیگه، حالیم نشده بوده. باشه داداش، باشه. منم همونو میگم. بشین رک و راست باهاش حرف بزن. باشه داداش. دو روز عامر اصلا حالش خوب نیست. استراحت‌های اجباری به درد اون نمیخوره. معلومه تصمیم قادر خیلی روش تاثیر گذاشته. دو روز اصلا حرف نمیزنه. من این حالش رو ترجیح میدم. اما قادر دلش نمیاد ناراحتش کنه. به زودی همه چی مثل قبل میشه. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. داری میری؟ نبود، انگار دارم سرما میخورم. به تو هم سرایت نکنه. باشه، میبینمتون. به سلامت. این الو. قرارمون سر جاشه. آره، ولی هنوز نگفتی کجا قراره بری. یعنی میخوای سورپرایزمو خراب کنی؟ نه اونجوری نیست. فقط کنجکاو شدم، همین. قراره یه آشپز بین‌المللی تو رستورانش یه منوی مخصوص برای ما دوتا آماده کنه. فقط قبلش بگم من زیاد وقت ندارم. فقط یه غذا میخوریم، نگران نباش. تا دیر نشده برمیگردی خونه. قبول میکنی؟ قبول. یه ماشین میفرستم دنبالت. نه لازم نیست. من خودم میام. شما یعنی تو آدرس رو برام بفرستی، من خودم میام. هر جور راحتی شاهزاده. باشه، میبینمت.
خوبی؟ به تو چه؟ انگار امروز از زنده چپ بلند شدی. ولی به شما که خیلی خوش گذشته. آسو دیشب نتونست بره خونش، برای همین مون پیش من. به من چه؟ اوکیا ما رو ترسوندی. خوبی؟ آره خوبم. داشتم موج رادیو رو عوض می کردم، یهو حواسم پرت شد. مشکلی نیست. اگه میخوای ماشینتو بذاری اینجا بمونه تا هر جا بخوای ما میرسونیمت، مگه نه کمال؟ برای چی؟ هر کس بره به کار خودش برسه. میبینمت. اوکیا خیلی ممنون. بابت چی؟ اون روز که گفتی کمال خونه خریده از دست دلخور شدم که سورپرایزشو خراب کردی. ولی بعد با خودم فکر کردم، گفتم حالا که این خونه اونقدر مهمه که کمال میخواد منو باهاش سورپرایز کنه، بهتره من سورپرایزش کنم. دیشب برای اولین بار موندم خونه کمال. خواسترین شب زندگیم بود. بعد از هفته ها اولین بار حس کردم تو خونه خودم. به خاطر اینکه بهم جسارت دادی هر چقدر ازت تشکر کنم بازم کم. یه روز قرار بذاریم همدیگه رو ببینیم. آسو بی صبرانه منتظرم واسه تعریف کنم. میبینمت. به هم چی گفتین؟ گفتم دیشب مجبور شدم خونه تو بمونم. نخواستم اشتباه برداشت کنی. نتونستین پیدا کنین آقا شاهین؟ متاسفانه تو منطقه ملکی به اسم آجمزاده یا سزین وجود نداره. ای خدای من، میگم نکنه فروختنش. اگه یه اسم دیگه بگم اونو میتونین نگاه کنین، بزنین عامر کزجو اغلو، ببینین ملکی به اسم اون وجود داره یا نه. الان نگاه میکنم. ای بابا، اینا چیه؟ شبا با هم بودن. تو از کجا فهمیدی؟ امروز دیدمشون داشتن از خونه در میومدن. آسو خانم با افتخار داشت تعریف میکرد که چه شب خاصی رو با هم گذروندن. واقعا که یعنی اینا با هم رابطه دارن؟ اوکیا نکن، خواهش میکنم. یه صدایی تو دلم میگفت کمال هنوز عاشقته. میگفت هیچ وقت بهت خیانت نمیکنه، همیشه بهت وفادار میمونه. اوکیا تو 5 سال پیش این حقو بهش ندادی؟ من هیچ وقت به کمال خیانت نکردم یاسمین. چی؟ من فقط کمال رو دوست داشتم، فقط مال اون شدم. شبیه باغچه گل و گیاه شده. یه چند تاشو جمع کنیم. چشم آبرخان. بعد از غذا میایم اینجا، همه چی آماده باشه. چشم آبرخان. به خبرنگارا اطلاع دادین شبا اینجا میگذرونم؟ قبلا خبر دادیم. زینب
ساله باید باهات حرف بزنم. میشه بعدن حرف بزنی؟ نه، با داداشت هم حرف زدم. مشکلت هرچی هست حلش میکنیم. بیا. اوکیا، من یکی رو کشتم. من قاتل شدم. اوکیا نگران نباش، همه چی تحت کنترله، اما فوری باید بیای اینجا. باید پیش اوزان باشی. میشنوی؟ شنیدم. اوزان رو نجات میدم، نگران نباش. آقا تانه بفرمایید. آقا طوفان منو فرستن. آها، بفرم. برای آقا طوفان یه کار پیش اومد، منو فرستاد بریم برای قرارداد. مشکلی نیست. همه حرفا رو زده، همه چی رو حل کرده، ما فقط میریم امضا بدیم. واقعا عامر خانه دیگه، حرف نداره. آره، اگه قول کاریو بده حتما حلش میکنه. فکر کنم موضوعی نموند که مرور نکرده باشیم. بله. خوبه. پس من با اجازهتون برم. قهوه؟ توی یه فرصت دیگه، یه قرار مهم برم. به امید دیدار. حسابو پرداخت کرد، داره میاد بیا. صاحب مغازه است. دیرمون که نشده. نه مشکلی نیست. سلام، ما داریم میرسیم، مشکلی که نیست. نه، حسابو پرداخت کرده. این نزدیکی ها این؟ آره، همون جوری که با هم صحبت کردیم. اومد بیرون، زود باش. باشه، به امید دیدار. خب، هیجان داری؟ مگه میشه نداشته باشم؟ شب نتونستم بخوابم. مراقب باش، مراقب باش. زدی بهش. داداش ندیدم، تو هم داشتی حرف میزدی. چی کار میکنی؟ یه دسته بشین، هر دومونو بیچاره میکنی. دیگه شریک جرمی. چی کار میکنی؟ نگه دار. تو دیگه شریک جرممی، از من گفتن. چی کار میکنی؟ وایسا وایسا ببینم چی کار میکنی. وایسا تو خشک شانس. داداش خوبی؟ آمبولانس! کمک کنی! داداش تحمل کن. ساله، من به فکر ازدواج و نامزدی نیستم. اصلاً به فکر ازدواج نیستی؟ یا با من نمیخوای؟ وقتش که برسه حتما میشه، ولی الان نه. خواهش میکنم اخم نکن. انگار اولین بار این حرفو داری میشنوی. من بهت گفتم، قبل از اینکه با داداشم حرف بزنی هم گفتم. ساله، هم قبلش هم بعدش بهت گفتم. به حرف من گوش نمیدی که، نمیشنوی. جوگیر شدی، خودسر همه کار میکنی. زینب، تو عاشق من نیستی؟ ساله، از اینجور سوالا نپرس. بگو دیگه، آدم خودش نمیفهمه عاشق یا نه؟ چه میدونم؟
با وجود اینکه میدونی نمیشه خودتو میندازی تو آتیش. آره؟ یه کاری میکنی که به آخرش فکر نمیکنی. از هیجان نفست بند میاد. نمیدونی چی باید بگی. هم میترسی، هم اصلا دلت نمیخواد ازش جدا بشی. ساله عشق اینه؟ عزیزم چرا از من میترسی؟ درسته، عجله کردم، تعجب کردی، ترسیدی، میفهمم، ولی از من نترس. گل این عشق مال تو، خارش مال من که دلم نمیاد اذیتت کنم. پس این بحث ازدواج رو تمومش کن. خواهش میکنم یه مدت حرفشو نزن. برای مامانم اینا بلیط خریدم، من قراره بیان خواستگاریت. ها ببین اینم یه طرف قضیه. ساله تو یه بار بهم گفتی قضیه اینه؟ نه، خودسر هر کاری دلت میخواد میکنی. ببین من هنوز دانشگاهم تموم نشده. خواهش میکنم بیشتر از این منو تو عمل انجام شده قرار نده. وقتش که برسه اگه قسمت باشه میشه. منو تحت فشار قرار نده تو رو خدا. ببین پرسیدی گفتم. از دستم عصبانی نشو خب. من الان باید برم. میبینمت خب. زینب بدو به قدر کافی دیر کردی. زینب سوار شو. تو کجا؟ خونه، من میرسونمت. نه لازم نیست، من خودم میرم. نه با داداشت حرف زدم، گفتم میرم دانشگاه دنبالش، بعدم میرسونمش خونه. زود باش سوار شو. بابا جون حتما تو راهی، تلفن تانته نمیده. من رسیدم، منتظرتم. الان حالش چطوره؟ وخیمه. نمیمیره که. ها؟ معذرت میخوام، یه کاری پیش اومد، نمیتونم بیام. بله. یعنی چی؟ خیلی معذرت میخوام، ببخشید. جزواتم مون دست من. کسی پیشته؟ آره از دانشگاه که اومدم بیرون دوست داداشمو دیدم.
داره منو میرسونه خونه. یعنی نمیتونم برگردم جزوهاتو بیارم. خیلی معذرت میخوام. خیلی متاسفم. حکمشو صادر کردن. قربان یه مشکلی پیش اومده. چی؟ تانر قربان، تانر بازیمونو خراب کرده. برای کمک از ماشین پیاده شده. طرفم نتونسته جلوشو بگیره. خدا لعنتت کنه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. دخترم اصلا نگران نباش. این قضیه رو بین خانواده حلش میکنیم. خانوادگی یه فکری واسش میکنیم، تو اصلا نترس. چطور ممکنه؟
چی کار میکنه؟ بابا بابا تویی؟